Assalomu alaykum do'stlar aziz. Xudovan xayrtul ya. خوب هستید اینجا؟ خوراکاتون خوبن؟ پجوری نازی زکون پس روش نمیده مخام زکون پس یا برادر چیول داره نازی اینجا که کورا خوب. علیکم السلام و رحمت خدا برادر خان. یا برادر چیول داره نازی اینجا که اوه پس کرد. علیکم السلام و رحمت. دارو اکران دو بار بزنی برادر عزیز. لایک شوا. سفر با خانه خدا به حج عمره کردید که میره بچه رفت درسترش از این که این رقمو در پایین موندگی هم کنه ذکر ریپیت کردم 915 442 1673 زنگ زنی چیکار میکنیم حج عمره از مسکو چندین چیزا پرواز 15 دکبر پرواز است 15 دکبر دوستان پرواز میارم برای انشالله اما تو خوبه اینجا که نزدیک بچه خیش الله برکتون کرد. علیکم السلام و رحمت خدا برادران. اکچو افیراگون کردم که زیبایی نشون توپتیم چقاتی راه که می‌نیم از کجا راه که میکنیم خیر روان می‌نیم گوسل میکنیم با اون خودیم الله برکتون تیا. خوب هستی اینجا که نزدیک زندگیتون خوبان الله از همه ما و شما راضی باشه. اکه بابا جان من سه سال تکمیل بله میگه نوشته برادر که 3 سال شما هم به دکومنتم حج رفت عمره رفتم اومده میتونم. بله میتونید در حالتی که اگر یگون زپرید نداشته باشی ویدواری نداشته باشی ان شاء الله میرین با مگذری میو میگراسیون که تو زاد میتونم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما حج عمره شخصای باید بروان که قرضیدار نباشن. حج عمره شخصای باید بروان که مقصد چی نباشن مشکلی نداشته باشن بیماری سخت نداشته باشن و اون خاطر التماس قرضدار باشید قرضاتون رو بدید. حج عمره میفهم همه میخواه خونه خدا برای شخصای روان که یعنی که مشکلی زندگی ندارن بعد ایس مادرت کسلی وزمی باشه و خودت حج برای استراحت کنی در اوجا دعا کنم. اصلا دعا خوب است اما اول باید مادر پدر توبت کنی. این احرام گرفتیم در هفته باز میریم ان شاء الله ایرپورت دیدم بعد دیگه سیل میکنیم حاجیان رو ان شاء الله. متاسفانه اخیرش میبینی زمینش میفروشه میخیزه حج عمره میره خانهش میفروشه حج عمره گوش میفروشه که بعدی باید دیگه نه شیر میاوم نه گوشت حج عمره میره. حج عمره ای مستیر هم نیست ای پستیر هم نیست یک حالت یعنی که یک مقدار معین داشته باشه شرایطات باشن ای بانک قرضداری ای همسایت قرضداری ای عمکت قرضداری اما حج عمره رفته استی و قبول نمیشه. اول باید قرض داده شود خدا نکرده اگر جونت الله بگیره و قرض ترا کی میتیه چون که یک مرد گذشته میشود در مکه و در مدینه گذشته میشه باید قبر مقصد گورش کنن قرضیدار است گفتن تو قرضوش نتیه یا گور نمیکنه. حضرت علی چیکار میکنه به گردن میگیره قرضوش از بین فراموش میکنه. 3 روز میگذره پیغمبر خدا صلی الله علیه و میگه که تو قرضی همون بچه را دادی میگه که نه ندادم فراموش کرده میگه 3 روز وای در عذاب است با هم خودیر حرکت کنه که قرضاتون بته التماس قرضیدار نباشه بعد حج روی. میبینید ای بازار لوبلینو ای کیتایسو 1 میلیون 5 میلیون قرضدار در حج گشته شده اما یک کیتایس گفته است لیوی پایمت خطیت پایمت تاجیک کاتوری دالجنیدا ایدیتی چورنیدوم یعنی کیتایسو گفتن که کسی نفرت که همه قرضدارو توقفه ای گیرد کعبه ای گیرد خونه سیاه بگه اكو کیتایس هم کم فهمه
نه سعید 07 دروغن قاری فاروق احمد من داخل من میام تیمور را بکشیم. با هم خاطر التماس خدمت که شرایط داره همه به خونه اقتدار راه سپارش خوب است. حج عمره حج فرضی کردن در کار. قاری فاروق گفته که بابا جان زنیم صورت گرفت. در زنیم صورت گرفت پرتوب در ایسوس نه اما صورت پرتوب تمام زنیم اینه پرتوب اون بس یک از گچ کردم حد یک پایمو شاگردو اسم شریفان دیگه نمیدونم چه شانتاژ مونتاژ کنن که بابا جان ویدیوش کنن اما ویدیوش کنن بعد همه ریتینگ شده صرف میزنه برای که من ویدیوش کنم 1200 دلار و 1400 دلار دوستان عزیز که حج عمره 1200 دلار و 1400 دلار یعنی 1200 دلار بخروک 1400 دلار بخروک 15 روز نو 15 روز درهم میاد 14 روز دولت روزه میستن این همجا نوشته شده نوشتن گیر این روزی 15 با گسل میکنیم ان شاء الله ها اینا میریم گسل میکنیم با 15 با گسل میکنیم ان شاء الله حج فرضی اولی نمیدونیم برادر نرخشه او کسی که حج فرضی گرفته شده دروغ میگه اولی نرخ نمیدونه نرخنما معین نیست سرشمار چند قدر کوتا دادگیان به هر دولت را دروغ میگه اولی نرخنما معین نیست چقدر میره و آیا میشوه نمیشوه اولی حج فرضی هیچگاه ما به گردن نگرفتیم نمیگیریم دروغ انگپو در رمضان در چند سومه در رمضان چند سومه 1400 بخوره 14 روز در رمضان یا ماهش چی 1900 در ماه شریف رمضان 1400 دلار بخروک 14 روز اول اگر 14 روز اخیر چند شد 14 روز اخیر 1650 دلار وقتی که پول ماه میگیری 1900 دلار یا ماهش بخروک برادر همش بخروکن بخروک در رمضان نمیگیری شتابی فکرسی باشه علیکم السلام و رحمت الله علیکم زکای میرالی چخیر شما نقد تنجی خوراکا خوبان اکا الحمدلله سلامت رسیم مسکو دهیم نه وینه حاضر هستیم اکا میرالی حاضر همجا نویسته شده شرکت زمزم عمره نویسته شده علیکم السلام و رحمت سلامت باشی برادر ایوب جون صابیرو الله برکت دیره براتون خوب هستن تینجی قرار ساعت چنده این امروز ساعت یک رجیستراسیون سر میشه ساعت 15:45 گسل میکنیم حاجیان را به خانه خدا انشالله با روز 15 دکبر با داریم ریس با آخر دکبر با داریم ریس در ینور داریم ریس یعنی به همه زنگ بزنی برادرای نمیش 915 442 1673 برادرای یک سه فراموش نکنیم من رئال نمی شرکت زمزم 2.5 سال کار کردم تونه بیه سوما دام سپوره سوما دا همو شرکت دا پراسپیک میرن مغازه زمزم مارکت دا اوجا بسپوره یعنی که من میدونه میبینه همین کسی که یگون پرابلم ماشید ان شاء الله همجا میگین بابا جان ما را سوما دادیم فان کر بیه بسپوره گران چقتی اما من با کدم خاطر هم وقت پروتکل التماس کدمت قرضیدار نروی التماس کدمت قرضیدار نروی من نمیدونم کدم الله شما را فتوا میتیا کدم حاجیه که راه بلد من پس نزنم راه بلد را که بیا برا بعد میای خیلی سوما ما توغری میکنی طریق گپ نیست اول قرضای درنی هم
کارخونه تو قرضای درنی چطونه چی میگن من خودم قرضی دارم الله شاید من خودم قرضی دارم من هیچگاه ای کیسه خودم نرفتم من همین شرکت خودش میبره خورد و خوراک جای خامه بلیت توده ابرد من رکلام میبرم رکلام میرم میگردم میام من نگه خودت قرضی داری چون خودت میرم میام من رکلام میبرم یعنی چی میگن توصیه میتیم همین شرکت که این شرکت در حقیقتا جای خوشی بده جای خورد و خوراک خیلی بده اینا گاسنیسوش خیلی نزدیک بدن این طور من توصیاتی میرم همچون بلاگر زرس عمره ما میکنم الحمدلله حتی پورینا حج فرضی بود من امکانیت داشتم که بیستم حج فرضی کنم بعد بیام اما نه ایستادم خستم اومدم برای که قرضی دار بودم قرضام مهمترن با اون خاطر خستم اومدم من نه ایستادم حج فرضی میکنم برای $4000 با میدادم حج فرضی من میکنم اما قرضی دار بودم برادرم من با یگان شرکت کار ندارم حج فرضی آلی معین شدگی نیست کدوم معین میشه حج فرضی معین شدگی نیست کووت معین شدگی نیست یا دروغن من نمیفهم چه خیلی یا حج فرضی میگن حج عمره میگن من حج عمرهش یه طرف حج فرضی با کدوم نرخنما و یا گرفته هستم برای چی گرفته هستم من کار ندارم پس شونه میزنم حج فرضی حال کووت تقسیم میشه هر دولت هم مثال میگیم 1000 تا 2000 تا 3000 تا مثال یا 20000 یا 5000 حاجی باید بروه بعد تقسیم میشه که یه کمیته دینی تاجیکستان معین میکنه کمیته دینی روسیه ایجا معین میکنه که بودن چون گرفته نرید دمده چون شد دمده دارم چون یه نرید بعد بخنده می استاف میمونید باید میگرسیم یک جوی بستان چسبیدگیه اینجا جاب كنت مية بازرگانی تاجیکی بازرگانی روسی مهم نیست شهروند گیجای در روسیه هستی زاگران پاسپورت داری شما اولش پروردگار گسیل کرده میشوید از حساب شرکتی زمزم عمره ای ایروپورت دامدید گسیل تو میکنیم انشالله راه بلدام تاجیکن گاسنیسویمون نزدیکن در اتوبوس سوار نمیشه شخصایی که در شرکت ما رفتگن میدونن ما 2.5 سال شدیم که رکلام کردیم گورا بازم جمع میگشت نه که مقصد پیچتی عربستان داشته باشی ترا خیلی میکنن دروغه گپا دروغن شما وقتی حج دروغ هستن شرکت زمزم حج فرضی طریق خبر نیست نه ولی ما با گردن نمیگیریم حج فرضی اعلان نکردیم اعلان نمیکنیم ما نمیدونیم حج فرضی تا حالت معین نشوه اگر که مثلا شرکت زمزم مثلا میگیم همون چی است برادرای مسلمان که هستن در امی
پراسپکت میر اینها تا معین نشوه اگر ای مفتیات 10 تا یا 20 تا یا 30 تا حاجیشون نتیان یا اعلان نمیکنن حج عمره البته ما اعلان میکنیم حج عمره حج فرضی نه اعلان نکردیم نمیدونیم خوب برادرو آدم باید دور اندیش باشه من از اعلان کنم سومی ترا بگیرم $500 تا $10,000 تا $5,000 تا حج فرضی آدمیزاد نکپید میکنه جمع میکنه برای حج فرضی خدای جونش میگیره یک حالت یک مومنت اجداد میکنه در طول حیاتش که یا بار حج فرضی کنم حج فرضی هم به عمیدت کنم ویزا گرفته نتونم یا به حج برم ترا درنی حرام جای شیطان سنگزنی او جاها برده نتونم و جوابگاری داره با اون خاطر هیچگاه حج فرضی رکلام نکردیم اگر وقت شب که بش مثلا میگیم رکلام کردیم با جوابگاری با گردن میگیریم بعد وقت گام میزنیم لبه خوری چی رفت هستیم بیا اومدی حجی را برده هستیم ما یک نیم ساعت بعد در دمدید میشیم انشالله شما کجایی؟ نه ما برمدیم ما احراما را گرفتیم سونکو ها و بیجیکو را گرفتیم رفته شدیم چو کردی تو؟ در ایروپورتی تو؟ خوش به حالو ما آمده هستیم اگلی ما ایفیر داریم خوب خوری در ایروپورت کتی بودم من همی خیلی برادر علی برادر عزیز شرکت زمزم قرار داره آفیسشون در مترو پراسپکت میر بری مسجد است مگزین زمزم مارکت نوشتگی است اگر کدمت که باورداری اوجا کدمت که اگر هم که نداری حجامه بابا جان 88 بیا صحبت میکنیم یعنی که $1,200 و $1,400 15 روزه اما 14 روز مثل یک روزگش درخت تو دبرد نمیشه و 14 روزی تازه در اوجا میستی با اون خاطر برادران میتونیم بدیل پر بیای ای شرکت زمزم اما خواهش میکنم کدمت شرایطی رفتن داری قرضیدار نیستی همون نفر رو خوب چیزی بابا جون همون برادر تیجه خوبی کن آخه برادر تیجه خدا هدایتش کنه من گپی زیاد زندانی نیستم و اول چه اصلاح کنه حرام خریش بس کنه یعنی که قمار در نظر دارم من کارش ندارم من کار ندارم من برآوردم گیرم نخ همین کسی مرده بیا آفیس من ای پیش چخچه خریبچی در کنم قنچ دور گابزن من کارش ندارم بیایم برادر تیجه ایوب اسم شریف بوکی اوجا فاروق بیایم چرا ای چی دور کنیم برادر همین فتنه دختران چی در کو همین کسش مرده بابا جون آفیس رو بیا پیش گپ بزنیم بگش اگر شما پیروی همایو هستی اگر شما میفوره تو که حقیقت بفهمی یا دستگیری همایو ای بچه بگو ای دور چه ویدیو میکنی بخی آفیسش بیا ای پیش گپ بزن در پرامو افیر بخی بیا پیشش بگو در پرامو افیر بخی پیش بیا تمام چی در کو پرابلم بیام تیمورا بکشیم و دیگه نمیدونم پراسموتر ندارم باید یک کس صورت یک کسمونن تو یک رکلام شوه بعد با فرزنداشو نون برن من هیچ کس ویدیو نکردم کسش گپ داره بیا پیش تمام خداوند خیرتون ده الله هدایت میکنه خوب دوستان عزیز باز میگم دوستان خدمت حج رفتنیه این رقمو در پایین هستگم بله راه بلدام همه تاجیکن برادرو همه راه بلدام تاجیکن دوستان خدا لبای اکا دا چی های دا پاساژیر شتگه من نویگاتر داد اسمه نویگاتر خب گام نیست اگر اکا احسان جون برادر کی معاذ نوشتگی والله بالله تعالی قسم تحمت ده حق من برادرو
من زنی هیچ کس صورت نگرفتم. مزه شما هستین نیستین و کی خودش که من ایدوری صورتش میگفتم پیش نمیرفتم و همون سال لنگری ویدیو کرده بود. من همون پیش رفتم گفتم گناهگاری لنگری دکازات که در پرامو افیل اسم شریف کرده بودش. گفت که ندارم دکازات. گفتم برو پوبلیشنی، گفته پوبلیشنی بخشش پرس. پوبلیشنی بخشش پرسی تمام دیگه کارش ندارم برادر. چطور هستن که بیا مهربان یک گپ میگم مردم اخی بابا جون چون علی سلامت باشه. ای برادر بیا میگم کدمه در رفتنی بیا حج عمره بریم خانه خدا سفر میکنی شما اینجا بخیلا میسوزیم متاسفانه. بله بله از همه با ماشین پشون بگوهای قدیره در موبایل راه شده 1200 دلار 1400 دلار شرکت زمزم برادر میتونه بیاید شما در آفیس من بسپاره میتونه در آفیس خودشون بیای بسپاره. همین زگرم پاسپورتی تاجیکی داری روسی داری مهم نیست شهروند دیگه جای ان شاء الله روان کرد. باز اینا ما رفته شدیم باز ان شاء الله حاجی را روان میکنیم با روزی 15 دکبر داریم. خوب دوستان با 15 دکبر داریم با 3 دکبر داریم با در ینور داریم دوستان. با اون خاطر شما سمیل میتونی زنگ بزنی با دیل پر گارانت شوال پروردگار خودم. ما آدمایی که نسبت من تحمد منن عفیش خفم گلوتکش اونا میکنم با غیر صورت چی میگیرم به عقل همچه 800 چند اوسنه سلام. خوب برادرها در یک حالت از بیست دوستان ابو شما یه بار نویگت را اجازه کردم با ابو گرزیدن خراب بسید دور بود دور بود الله. پروردگار همه ما را برای راست هدایت کنه. دعا کنه در حق هم دیگه الله هدایت میکنه. الله هدایت میکنه. الله هدایت میکنه. الله هدایت میکنه. چه خودت بعدش باز میشه. چی ساعت 3 منم یک جا با جوش کنم رحسی میشم برای این بود زنان چیکار برای برنامه دارم ساعت 3 برنامه دارم چی؟ کلیچه زرین چی یول برنامه شدن کن برادر یک خبر من شما را بگم میگه بابا جان برادر تیجی را چی گفتن این برادر تیجی شری نرای ایوب شری نرای با کی اسم شریف شری نرای با کی قاری فاروق شری نرای با کی همو شخصی من ویدیو کردن همه کسی ویدیو کرده شری نرای پناهش به خدا هیچی گفتنی کنکاوکی نکنی ای شخصای کنکاوی از خدا نمیترسه شما با چی تو بگم شام رازن یکلش خیلی رام شری نرم
یا گم میگم الله لعنت کنه خیانتکاره، الله لعنت کنه حرام خوره، الله لعنت کنه مشینکه، الله لعنت کنه کسی که حق یک معیوب، حق یک مسجد، حق یک کسی یا خیانت کرده یا خورده و الله لعنت کنه تهمتچی را، چی من باشم چی شما. اینا در روز جمعه دعای بهترین الله لعنت کنه کسی تهمت میکنه، کسی حرام میخوره، کسی خورده و یا خوردنی است یا خیانت کرده است. الله لعنت کنه من باشم یا شما، بهترین اینه. اینا در روز جمعه بهترین دعا که این دعا انشاءالله امروز چی میگم بین عصر شام گرفته برده میشوه و پیش پروردگار الله لعنت کنه یا من باشم یا شما تهمت کرده باشه یا من خورده باشم. آمین بنویسه، آمین بنویسه مرده که این الله لعنت کنه حرام خوره، خیانتکاره، الله لعنت کنه کسی حق یتیم مسجد یا خیانت کرده است و الله لعنت کنه تهمتچی. آمین بنویسه، مرد باشه آمین بنویس، آمینت از برای الله باشه. انا این بهترین کار است. چیزایی که در روی اکران گفتن نمیشوه. الله هدایتم کنه. اینا من گپ زیادتون نمیزنم، من مادر دشمنم نمیگم، ایس نمیگم، اوس نمیگم، میگم الله لعنت کنه حرام خوره، خیانتکاره، حق یتیم خوره، حق مظلوم خوره، حق مرده خوره و الله لعنت کنه تهمتچی. این بهترین است. ولی یا خیلی خید نمیکنه، یا خیلی تصور نمیکنه امروز روز جمعه هست، هر نفره که آمین گفت اگر تهمت کرده باشه لعنت در بالاش آمد، اگر یا باباجان باشه یا و یا. به هم خاطر من اووری نگفته استودم از صدق دل که نهازی حاجی را برده استودم گسل میکنیم به خونه خدا، میگم الله لعنتم کنه اگر خورده باشم، خیانت کرده باشم، دزدیده باشم و الله لعنت کنه تهمتچی. تمام. من گفته استودم شما حاضی گفته استوده وازدوخ گاوزه استه راست وازدوخ گاو میزنی، اینم لعنت میکنیم در روز سید جمعه و بیگذار بروا به همونجا و مکانش دعا برسه، بهترینش هم یک. خوب برادر عزیز، ایتم دوری بعد برمادیم، خواهش میکنم برادر یک چیزی فراموش نکنم، باباجان و لنگری، باباجان و لنگری هیچگاه ادمنستراتور، آدمی منتجیست، شانتاژیست، آدمی که مقصد زنگ بزنیم که بگه که یک خواهر یک از فنک اورز یک خواهر اومد که من تاجیکستان میرم کمک شاو بود، من نخواستم که روی اکرانش برارم، برادرها پس اکران از برای خدا یاردم کردن، 40,000 در دستش دادن. همون خواهر رفت وزبرشین نراد گرفت باید تاجیکستان میپرید. کدمه نوشته که من آدمای لنگری هستم، دیگه در تلگرام من آدمای لنگری هستم، شما 20,000 پرتو ما کارت تو راست کنیم زبارت کنیم تا خونه بخریم، هم خیلی ده فندش کردیم 20,000 شو با اورد نگرفتین. باز بگم تو ما یگان آدمی نداریم که وای ایتنی ما گاو زنه، ایتنی ما توغری کنه و آشکرات بمونه، خیلی نیست. همین یک تلفن دارم سامسونگ اولترا 22 به همه زاپس میکنم، به همه چیکار میکنم مونتاژ میکنم، به همه ویدیوها ما میگذارم، من لیچ نخدم. و لنگری هم همچنین با یگان کس از تنی بابا جان از تنی لنگری دروغ هستن، تهمت در حق هر دیما هستن برادرو. والله تعالی ما نداریم این نمیگیریم، یگانه ما سو میگیریم از چی؟ از رکلام ها و رکلام های یگان کس در تلگرام ها احتیاط باشه. از ما پارا میگم پیش ایسون پارتوبتنت ما آدم 20,000 دادی چو زنگ نزدی بابا جان یا که لنگری هم آدمی تای ما سومش بده میگه شما تلفن تو نبردی، اما نبرداشتیم بعد چی سومش میتی اونا سومش داده در چورنش مونده 20,000 برا که 20,000 با یک طالبیدن ما جمع گیر کردیم به هم مادر دادیم.
نگاه اپلی مردا خوردی اولترا 22 الله لعنت کنه کسی خورده و تهمت شه ولی که متاسفانه بعدش ما مسلمان نیستی نمیفهمی لعنت کردن چی است. محمد خلف الله هدایتت کنه صدقه نام محمدت کنه در امروز جمعه. روزی که بیا بود محمد از زخم آمده بود گیولی همونم گیولی هم چون فرای اوپش چند کسه؟ ابداک شون ابداک کس یاتش کداک اوپش چور کس اومده ولی؟ اوپش چند کس دیگه نه اومده؟ چور کس مکیر وقت اونو که برسن در رفته ساعتی ده هایویس که میفرمادن رجیستراسیون ساعتی یک سال میشه. شما بخواهی که هیچگاه شما مردم روزی کرده از خطانم هست شخصی میکنن. من شخص‌هایی را میدونم که سوم جمع کردن برای فرزند شو شخص‌هایی را میشناسم که سوم جمع کردن برای مرده هاشون اما بیزنس کرده ایستادن اما سوء استفاده از مرده و از معیوبی فرزندشون استفاده کرده ایستادن اما نمیخوام دیگر در این تیمال کنم بگم شد برای که این ماشین نگویشی همه هر شخصی که تو سوم داده به یک کس با بلوگرو میبروی خودتون شرمنده میکنه پوبلیکاچه مقامات در روسیه مقامات های داخلدار هستن یکی که اداره های داخلدار آید به همین کارا پاساس و کنسولی تاجیکستان برای در همایا بنویسه بگیرن کار کنه بد کنه کی در کار کسی بلوگر بغیر همین شرمنده کردن هیچ کار نمیاد. من صد بارها میگم مادرها روی اکران نبروی خودتون شرمنده نکنی و بوی بلوگرها با نمیفهمه میبینی فلانی شیشتا گریه داره من فلانی فهمدم کرد آخه باید در مقامات بنویس بگیره کارت حل کنه تمام. ای دستی بلوگری کنکنده هیچی نمیبیاید این من میخدم سرکار تو دیگر شد هم میبرو را شرمنده میکنه آیا تو سوم تا میگیری یا نمیگیری 50 تا 50 ایجا او آدم ابرواردی شرمنده کردی خیال دیمبورا ترا سوم تا میتیا هیچگاه نمیتیا فلانی ماشینیکی کرد همین قسم گرفت و اون خاطر مقامات ها هستن فکت دلیل داری در کذا داری چک پیک داری برای بنویس ای بولوش زیالینی بگیرن انشاءالله کارت بد میکنن ملت شرمنده کرده ایش ماشینیک ایش حرام خور ایش حلال خور ایش ایتا خیلی نکنی برادر کتا نلاته بیر راست بمده قریب برادرها امروز روز جمعه هست بخیزی طهارت کنی بسم الله بگی طهارت تازه کنی برید در تاجیکستانی در گیجایی که نیستی نماز جمعه تا بخون ایجا غیبت کردن داخلی مثل قنچخور گپ خبر زیادی زدن برای نماز تا بخون در کادمات الله بگو گناهام عفو کو تگر از گناهی بابا جان یا کسی گتر نمیپرسن هر کس از بینمازی خودت از همو چی گناهی خودت میپرسن ملاهای پس اکران 24 ساعت ویدیوهای لیچ کلیش تماشا داری زینا کرده گشتی زینای چشم زینا این مهم نیست که فقط زینای تنه کنی زینای چشم زینای زبانی نمیجا حقارت کرده در روز سعید جمعه پر اگناه کرده است این نامه اعمال تایید برات در کادمات تبخون الله هدایتون کنه ما را بگو الحمدلله سحر خیستیم اینا در پای رزق حلال گشته استودیم میدونم یک کلاچو میری با میری میدونم یک کلاچو میری دیر میشه یا بگذار نمیش باید بیم ساعت یک اول ریکستر سر شده چی سرش میدی ایو ای چی بابا سر بشه چی 6 ساعت شکر
ягон кас пули касалиро нагирифта бародаро. Чӣ гӯям? Давлат Аллоҳ ҳидоятат кунад. саломат бошед. Акмал Аллоҳ ҳидоятат кунад. برای همون قماربازا را تماشا کنید، برای پیروی هم قماربازا و عیوب کالتوشه شما را چی دکزت کردن در خود. اما شما همون مظفر تونه ببینید، محمد خلو همون مظفر را بینید، در افیری وای من برو آمدگیم، در افیری وای من برو آمدگیم. آدمی که نگور در افیر نمی بروید، من برو آمدگیم اما نمیفهمی شما و منتج جاهای در کاریشون بریدگی پرداختگی. باز میگم که الله لعنت کنه حرامخوره و الله لعنت کنه تهمتچه. شما هم پیروان دجال یا بار اما را بگه که شما حرامخوریتون رو بس کنید، تمام. یک حرامخوری برمده نصیحت کرده سودیان که آیا بسیارش زبان تاجیکی هم میدونه اما بسیارش مسلمان نیست. شما یه باور کنید. تمام یه بار کشتی با زنگ نزنه علم نمیکنه، میکشیش با زنگ میزنه، میکشیش با زنگ میزنه. الله هدایتشون کنه. حج عمره $1200 و $1400، $1200 و $1400. این 15 دکبر پرواز. این از امروز بروسل میکنیم ان شاء الله. با 15 دکبر با 30 دکبر با داینمر در رمضان $1400 و 15 روز اولش $1650، 15 روز اخیرش $1900 پرش، یعنی که یک ماه پر. پروردگار همه ما را هدایت کند. خیلی بریم نماز جمعه بخونیم برادرها. امروز نماز جمعه یا خیلی بفرم بامداد تا خوندگی نیستی. الله هدایتتون کنه. اینا بگه با این زنگ میزنه میکشی با ایش زنگ میزنه. بگی 4 میشکنی با میگم نه 4 میزدی. چه؟ خیلی شد. خب برادران ما ایفی را قطع میکنیم برای در ایروپورت رسیدیم. ببینید هر نفری که میخواه حج عمره بروه، حج فرضی نه، حج عمره بروه، شرکت زمزم که رقمو در پایین موندگین و بعد ایفیر در کامنتر هم ذکر پیچ میکنم 915 442 1673. خوب برادر زنگ بزنی جاهای خودتون معین کنی، زپیس کنی انشالله. بعدی پر میتونی با باوری بخواهی که باره باوری با نزدیکتر بیای آفیس من حجامه بابا جان 88 یا آفیس اینها مترو پراسپیک میر مغازین زمزم مارکت باری مسجد است. بیایید دوستان عزیز چیکار کنید؟ نام نویس کنید خودتون. نام نویس کنید به حضرت التماس هر نفری که قرضی دار نیست یعنی که شرایطی رفتن میتونه علم برادرها بنویسن، هم برادرها بیان رفتن چیکار کنه اول قرضاتون تی. خب الله همه ما را هدایت کنه. الله همه ما را هدایت کنه. الله همه ما را هدایت کنه. الله لعنت کنه حرامخور خیانتکار و الله لعنت کنه کیرا شخصانی که تهمت میکنه، تهمتگرا. اینم تهمتگرا کسی باشن
$1200 و $1400. $1200 و $1400 15 روزه. این 15 دکبر با پرواز این هازی ما گسل میکنیم. در این داماده دور اومدیم دوستان عزیز، ایروپورت داماده دفیم. $1200 و $1400 دوستان عزیز. بعد پر میتونید ان شاء الله زنگ بزنید، چیکار کنید، جایهای خودتون معین کنید و روید اهل بیتون. یعنی که شرکت ما الحمدلله 2.5 ساله یگان شکایت نیست هیچگاه. را بالادام توجیه بدیل پر بریم و بیاییم شاید یک چیش کسگه درش پر وقت نیست با میره میچی